کسی که از خونه بیرون نرفت. درود دوستان، به کلبه نفس خوش اومدید. امروز میخوام راجع به دختری صحبت کنم که تنهایی آخر شب وارد خونه شد که هیچ وقت نباید وارد اون خونه میشد. همه چیز از شب بارونی پنجشنبه شروع شد. شبی که مهسا، خبرنگار جوانی که همیشه دنبال سوژه‌های عجیب بود، دیر وقت از دفتر روزنامه بیرون اومد. خیابون‌ها خلوت و نمناک بودند. نور چراغ‌های زرد خیابون روی زمین خیس منعکس می‌شد. صدای شرشر بارون مثل زمزمه یک نواخت در هوا پخش بود. مهسا زیر نور یکی از چراغ‌ها ایستاده بود تا تاکسی بگیره. ناگهان چشمش خورد به پاکت زرد کوچیکی که کنارش افتاده بود. پاکت خیس نبود، چون انگار یه نفر تازه اونو اونجا گذاشته. اما جالب این بود که هیچ کس اون دور و بر نبود. خم شد و پاکت رو برداشت. روش با خودکار قرمز نوشته بود برای کسی که حقیقت را می‌خواهد. قلبش کمی تند زد. حس کشف یک راز تازه مثل همیشه قلقلکش می‌داد. پاکت رو باز کرد. داخلش یک کلید فلزی زنگ زده بود و یک یادداشت مرموز. خونه شماره 21 کوچه مه‌آلود قبل از ساعت 3 وارد شد، وگرنه اون میاد. پشت کاغذ با چیزی تیز و ناخونی شکل یک چشم ترسیم شده بود. چشمی باز که انگار اون رو نگاه میکرد. مهسا همیشه دنبال داستانهای عجیب بود. با خودش گفت ممکنه یکی از این بازیهای احمقانه اینترنتی باشه یا شاید کسی بخواد سر به سرش بذاره. وقتی حس کنجکاوی مثل همیشه پیروز شد، تاکسی گرفت و آدرس رو به راننده گفت. راننده با شنیدن نام اون کوچه اخم کرد. سرش رو به نشونه منفی تکون داد و گفت خانم اونجا شب نمیرم، مخصوصا این ساعت. مهسا اصرار کرد، ولی وقتی راننده دید کوتاه نمیاد، اون رو نزدیکترین خیابون رسوند و مهسا بقیه راه رو پیاده رفت. کوچه مه‌آلود درست مثل اسمش بود. مه غلیظی از روی زمین بلند میشد. خونه شماره 21 انتهای کوچه بود. ساختمون قدیمی با دیوارهای نم زده، چراغ‌های چوبی بسته و در نیمه باز. انگار کسی عمدن منتظر بود. مهسا نفس عمیقی کشید و کلید رو در دستش محکم فشرد. در که باز شد، بوی نم و چوب پوسیده و چیزی شبیه به موی سوخته به مشامش خورد. خانه عجیب ساکت بود. سکوتی که ناگهان توجه آدم رو به کوچکترین صدا جلب میکرد. داخل خونه تاریک بود. فقط کمی نور از خیابون میومد. روی دیوار ورودی قاب عکس‌های زیادی نصب شده بود، اما همه چهره‌ها خط خطی شده بودند به جز یک عکس. عکس زنی جوان با لباسهای بلند مشکی، موهای خیس و چسبیده به صورت و چشمانی بسیار درشت که انگار دنبال مهسا می‌کردند. عجیب‌تر این که قطره‌های آب روی عکس بود، انگار تازه خیس شده بودند. مهسا لرزید ولی جلو رفت. موبایلش رو روشن کرد و شروع به فیلم برداری کرد. میخواست دلیل حضور این خونه رو درک کنه. در رو پشت سرش بست و راهروی باریک خونه رو دنبال کرد. کف چوبی زیر پاهاش صدا میداد. اتاق اول سمت راست خالی بود. اتاقی که داخلش یک صندلی چوبی و یک آینه بزرگ قدیمی که قابش ترک خورده بود. مهسا وارد شد. نور موبایلش رو به آینه انداخت و تصویر خودش رو دید. اما کمی تارتر، انگار نسخه آینش یک لحظه از اون عقب‌تر بود. حرکتش کمی دیرتر می افتاد.
دقیقاً مثل یک ویدیو با تأخیر. از اون اتاق بیرون رفت، اما وقتی برگشت به راهرو همه چیز فرق کرده بود. راهرویی که از اون وارد شده بود دیگه همون شکل نبود. در خروجی ناپدید شده بود. به جاش راهروی طولانی تر و تاریک تر بود که مه غلیظی از انتهاش بیرون می اومد. ضربان قلب مهسا شدید شد. یک لحظه فکر کرد شاید دچار توهم شده، اما دوباره چشمش رو تیز کرد، دید واقعا خونه تغییر کرده. ناگهان صدای قدم‌هایی از طبقه بالا شنید. قدم‌های آروم ولی سنگین. انگار چوب‌ها ناله می‌کردند. صدای آرومی در خونه پیچید، شبیه به زمزمه. تو هم یکی از ما میشی. مهسا خشکش زد. صدا نه از راهرو نه از اتاقا می اومد. انگار از داخل دیوارها پخش می شد. اون تصمیم گرفت به طبقه پایین بره، جایی که از زیر زمین کمی نور دیده می شد. پله های چوبی زیر پاش تکون می خورد. زیر زمین بزرگتر از حد انتظار مهسا بود. دیوارهای کپک زده و بوی رطوبت و میز چوبی وسط اتاق. روی میز ده‌ها دفترچه پخش شده بود. مهسا یکی رو برداشت و با تعجب دید همه کلمات تکراریه. این خونه نمیگذارد من بروم. هر دفترچه‌ای متعلق به فردی بود، اما هیچ کدوم پایانی نداشت. انگار همه ناگهان ناپدید شده بودند. اون دفترچه آخر رو باز کرد. دستخطی لرزان عجولانه نوشته بود: اون شب میاد سراغ مهمون جدید. مهمونی که الان پشت سرم ایستاده. مهسا سریع برگشت ولی هیچ کس نبود. مهسا که احساس ترس کرده بود و نمیدونست چیکار کنه، سریعاً به طبقه بالا که همون راهرویی که تغییر کرده بود برگشت. اما با تعجب دید راهرو دقیقاً به همون شکلی در اومده بود که دفعه اول وارد خونه شده بود. اما این دفعه انتهای سالن چیزی دید که نباید میدید. دقیقاً همون خانومی رو دیده بود که داخل یکی از اون قاب عکس‌ها واضح بود. مهسا نمیدونست چیکار کنه. خشک ایستاده بود. حتی میخواست با اون خانوم ارتباط بگیره و چیزی بهش بگه. اون خانوم آروم آروم داشت نزدیک مهسا میشد. مهسا در خروجی رو پیدا کرد و با آخرین توانی که تونست از اونجا دور شد. بعد از اون اتفاق مهسا دیگه حتی به اون خونه فکر هم نمی‌کرد. چه برسه به این که بخواد به اون خونه نزدیک بشه یا از اونجا رد بشه. خب دوستان، به آخر داستان رسیدیم. امیدوارم که تونسته باشم احساس ترس رو بهتون منتقل کرده باشم. اگر خوشتون اومد چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.